سلام. امروز قراره که تمرینات روز ششم چالش 45 روزه سلامتی و تناسب انداممون رو با هم دیگه انجام بدیم. خوشحالم که تا اینجا پیش اومدین. خوشحالم که 5 روز اول تمرینات رو با موفقیت پشت سر گذاشتین. حتما اون 5 روز رو انجام داده باشید و بعد سراغ روز ششم بیاین. بریم که امروز رو با هم شروع کنیم. شروع میکنیم با هم دیگه به طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جلو 1 رو پاشته 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 در جا. سمت مخالف 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 درجا بزن. پاها رو به تناوب به طرفین میبریم. سر جامون ایستادیم. 1 2 رو پنجه 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و با دستا همراش کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 حرکت دستا رو عوض کن. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حرکت دستا عوض میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درجا بزن. پاها رو به تناوب 90 درجه زانوها رو خم میکنیم و بالا میاری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 پای مخالف. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 عوض میکنیم پا رو. 1 2 1 3
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 درجا بزن. بریم حرکت دست سر جامون ثابت ایستادیم، با اون حرکتی نداره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 بالا پایین میکنیم فقط دستا رو. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. کف دستا به هم چسبیده مقابل سینه. دستا رو باز میکنی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. دستا کف دستا رو به زمین، رو به بالا، به این شکل چرخشی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. دستا رو کنار بدن نگه دار. ساق پا میریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اگه تعادلتون به هم نمیخوره پاشنه رو لازم نیست کامل روی زمین برگردونید، میتونید به شکل پالسی و رو به بالا بزنید. 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 20 دیگه میریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. خب دستا رو مقابل سینه، این دستا رو هم دیگه بزنی روی بازو، مقابل سینه نگه دار. پا عرض، لگن باز، اسکات میزنی. این حالت دست و این حالت دست، ببینید این حالت و زاویه دست رو سعی میکنیم حفظ کنیم. راحته، چیز سخت و پیچیده ای نیست، اما به مرور خسته میشیم و دست شل میشه پایین بیاد. این حالت رو سعی کنید حفظ کنید. میریم برای 30 تا اسکات کوتاه، نه خیلی عمیق. 1 2 3 4. گردن منقبض نمیشه. دستا رو جلو گرفتیم، دلیل نمیشه که گردنمون منقبض کنیم. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه میری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و آخری. خب حالا پاها رو به هم نزدیک نگه میداری. یه اسکات کوتاه
بالا میایم یه پامون ثابته، پای دیگه فاصله میگیره و با این فاصله اسکات بعدی، یک پا تکیهگاه و ثابت. 1 2 3 4 نفس 5. امیدوارم عکسای قبلتون رو گرفته باشین و برای عکسای بعد که بعد از 45 روز آماده باشین. 9 10 1 2 3 4 5. خسته شدی چند لحظه صبر کن. اگه باهات قدرت و توان لازم رو نداره یکم درجا بزن و بعد ادامه بده، هیچ مشکلی نداره. 9 آخری و 20. حالا میریم بر سمت مخالف. پای مخالفمون حرکت داره و اون پایی که تو قسمت قبلی حرکت داشت ثابت و تکیهگاهه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بریم 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و ایستا. خب دمبلو بردار. پاها رو کمی بازتر از عرض لگن یا به اندازه عرض لگن باز میکنی، زانو رو خم میکنی، بالا تن خم میشه رو به جلو. حرکت نشر خم که تو این پوزیشن و این زاویه چند بار با هم انجامش دادیم. خب حالا دست ها به تناوب باز میشه. 1 2 3 عجله نداریم. 4 گردن منقبض نشه. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
9 آخری 20. خب حرکت جلو بازو چکشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 30 تا. دمبلا رو نگه میداری پهلو یا مقابلت، یه اسکات میزنی. بعد از بالا اومدن 1 2 فقط یه حرکت پای اضافه میشه به اسکات. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. میستی همین پایی که حرکت خارج ران داشت حالا به تنهایی 20 خارج ران انجام بده. 1 پنجه رو برگردون رو زمین. 2 3 4 پای دیگه تکیه‌گاه. 5 6 تعادل ندارین از دیوار استفاده کنین یا دستای صندلی. 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. بریم اسکات و پای مخالف این پایی که الان انجام دادیم خارج ران. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. فقط حرکت خارج ران. 1 برگشت رو پنجه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میتونین از دیوار کمک بگیرین اگر تعادل فکر میکنید ندارید. 2 3 4 5 6 7 8 9 20. خب دمبلا که دستمونه میریم حرکت دمبل خم، همون اره معروف، یه پا جلو یه پا عقب اما به تناوب. 1 زاویه دست رو ببینین. 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. خب حرکت جلو بازو کنار بدن ثابت، کف دست رو به بالاست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 تا 10 تا دیگه. 1 2 3 4 میتونیم 30 تا رو بزنیم. 6 7 8 9 و 30 تا. خب اسکات بعدی پاها رو 1 کنیم، برابر عرض لگن باز میکنی، پنجه پاها رو به بیرون میدی، پاها شکل هفتی شکلی پیدا میکنه. دمبل رو میتونید پهلو نگه دارید، کمی مقابل نگه دارید، هر حالتی که راحت ترین. بریم برای 30 تا اسکات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 10 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 30 تا. پاها رو به هم نزدیک میکنی، پاشنه پا حالت چسبیده به هم ولی پنجه رو به بیرون، پا هفتی شکله. دمبلا رو کنار بدن میتونی بذاری، تو پهلوت میتونی بگیری و میریم حرکت ساق پا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 50 تا میریم. 6 7 8 9 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 تا. خب حالا یه اسکات، پا عرض لگن اولا، یه اسکات بالا میای، یه جلو ران، یه خارج ران، تقریبا انگار 3 تا حرکت میریم. 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1
2 8 1 2 9 1 2 10. فقط اسکاتو بزن. 1 2 10 تا. 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 10 تا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا پایی که جلو رو از 90 درجه جلو میزد و پایی که خارج ران رو میزد جا به جا میشه با هم. یه اسکات. 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 10 تا اسکات فقط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 10 تا. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بریم فلای و به تناوب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 10 تا دیگه. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. خب حالا یه حرکت جلو بازو چکشی، یه حرکت جلو بازو مچ عکس ثابت. کف دستا رو به جلو، ببخشید رو به پایین، رو به زمین. 1 به مچمون فشار نمیاریم. 1 3 1 4 1 5. بازو کنار بدنمه، جدا نمیشه و حرکت نمیکنه بازوها. 1 8 1 9 1 10 تا دیگه. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1
6 1 7 1 8 1 9 1 20. خب میریم برای چند تا حرکت خوابیده. حرکت های خوابیدمون اول با یه سری تمرینات سینه شروع میشه و بعد میریم سراغ تمرینات شکم پهلو. همچنان با من باشیم. خب فقط به این حالت من نگاه کنی. این حالتی هست که قراره ادامه تمریناتمون رو تو این پوزیشن قرار بگیره بدنمون و ادامه تمرینات رو تو این پوزیشن بریم. هرچند که من تو ویدیوهای قبلی رو توضیح دادم و شما هم قرارمون این بود با هم که به ترتیب تمرینات رو انجام میدیم، اما دوست داشتم یه بار دیگه بهتون نشون بدم. پس به وضعیت و زاویه پاها نگاه کنید. بدن کاملا روی زمینه، پاها جمع شده، کف پاها رو زمینه و بعد حرکت رو انجام میدیم. لطفاً به زاویه دستم نگاه کنید. دستا کاملا مقابل سینه قرار داره و حرکت بر سینه رو با زاویه 90 درجه بدون چرخش دست‌ها انجام میدیم. 1 زاویه دستم موقع پایین اومدن هم نگاه کنید. 2 میریم برای 20 تا تکرار. 3 4 با تمرکز. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. در ادامه یک دست ثابت بالا سعی می‌کنی تعادلش رو حفظ کنی و دست دیگه حرکت می‌کنی. 1 2 3 4 5 حواسمون به دست ثابتمون هم هست. 7 8 9 10 عوض میکنی. 10 تا هم سمت مخالف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. حالا به تناوب انجام میدی. 1 دسته که بالا اومد دست مخالف. 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10. حالا به زاویه دستم دوباره دقت کنید. توی این وضعیت آرنجم قفلش نمی کنم، جوری صاف نگه نمیدارم که قفل شه. کمی آزاد و رها و خیلی کم خم هستش زانوام. دستامو نگاه کنید زاویه باز شدنش رو نگه داشتم که با دقت ببینید زاویه دستم رو. بریم 20 حرکت صلیب خوابیده. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. دو حرکت بعدی برای اینکه بتونم خیلی خوب بهتون نشون بدم لازمه که از این زاویه باشه. حرکت اول پول اوور یا همون پلاوره که دستا مقابل سینه قرار داره. همچنان مثل حرکت قبل دستام قفل نیست، کمی راحت و آزاد. عقب میکنیم و دوباره برمیگرده سر جای اولش. بریم 1 2 3. اگه 2 تا دمبل سنگینه میتونید از یه دمبل هم استفاده کنید. 5 6 7 8 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. حرکت بعدی شروعش تقریبا شبیه همین حرکت، اما به جای اینکه دستا رو کامل بخوایم عقب بکشیم بازوامون رو ثابت نگه می‌داریم و دستا رو از آرنج خم می‌کنیم و دوباره صاف به همین آرومی و با تمرکز. فشار اصلی توی سه سر بازو یا اصطلاح عامیانه پشت بازو. 3 خیلی آروم و با تمرکز. 4 5 6 7 8 9 10 20 دیگه میریم حرکت رو. 1 خسته شدی دستا رو پایین بیار و دوباره ادامه بده. 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه میریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 30 تا. خب میخوایم تمرینات شکم رو شروع کنیم و به شکل تناوبی 1 در میان ایستاده خوابیده، دوباره ایستاده خوابیده پشت هم انجام میدیم. من سمت چپ و راست رو میگم که زمانی که میخواید تمرین رو انجام بدید اشتباه نکنید. البته قرار نیست اشتباه بشه چون قرار ما تمریناتمون رو با تمرکز انجام بدیم. اگر حواسمون به حرکاتمون نباشه و به اصطلاح اون جایی که هستیم فکرمون اونجا نباشه، جسممون باشه و فکرمون جای دیگه باشه، حتما اشتباه میکنیم. نه فقط شما، همه ما. انگشتم به سمت شما نیست، خودم هم اگه یک لحظه حواسم پرت بشه تو شمارش، توی تعداد،
کدوم سمت بودم همین اشتباه میشه، اما خب قرار نیست که اینطوری باشه دیگه. حالا من پس سمت چپ و راست رو میگم که شما هم زمانی که دارید انجام میدید اشتباه نکنید. پای چپ، دست راست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و حالا با دست و پای صاف این کار انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 سمتمون عوض نشده همونه. 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 30 تا. حالا همین پای چپ دست راست این دو تا حرکت به شکل خوابیده. خب پایی که کاری باهاش نداریم، پای راستمون به این شکل ثابت هست، پای چپمون و دست راستمون به شکل خم به سمت هم حرکت میکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حواسمون به گردنمون هست، منقبضش نکنیم. 6 7 8 9 20. 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. خب حالا همین پای چپ و دست راست و صاف به سمت هم دیگه میانیم، میان بالا. 1 2 3 4 5. خاطرمون هم هست که تمرینات شکم پایین 10 و بالا 12 9 10 1 2 3 4. پشت سر هم برات سخته، میتونی استراحت بدی ولی کوتاه. 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و بلند میشیم. خب قرار شد راهنمایی کنم که اشتباه نشه. پای راست، دست چپ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. صاف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 30 تا. بریم همین رو خوابیده انجام بدیم. برای اینکه اشتباه نشه بهتون بگم، پایی که قراره حرکت کنه پای راسته و دست چپ. پای مخالف هم که به این شکل زمین هست. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 گردن آزاد 2 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و دست و پا همون ست صاف به طرف هم دیگه میایم. سر رو بالا میاری، پا رو بالا میاری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 پایین رفت بالا بالا 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 30 تا. کف هر دو تا پا روی زمین، دست رو کنار بدن بذار. 5 تا پا لباس هم بزنیم. 1 2 3 4 5. خب میریم به تناوب. چپ و راست با هم عوض میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و در جلیس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بریم برای حرکت خوابیده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 تا. خب حالا دستا رو میتونی قسمت گودی کمرت بذاری، پاها رو 90 درجه نگه داری و پاها به تناوب بیرون بکشی. 1 2 3 4 5. اگه کمر درد داری یا گودی کمر شدید داری، پاها رو لازم صاف بیرون بدی. 9 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. بریم پاها رو 90 درجه نگه دار. دست پشت سر. 1 2 3 با گرده حالا نمیای. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پایین دم بالا بازدم. چون ممکنه فراموش بشه من تکرار کنم.
4 3 2 و 1. بارو تو شکم نگه دار. میتونی به طرفین بغلتونی کمرتو رو زمین، پا رو نگه دار تو شکم و بیا بالا. خب دمبلا رو بردار، چند تا حرکت سرشونه رو انجام بدیم و بعد تمریناتمون تموم میشه. بریم نشر روبرو از جلو، تنام و بی نشر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. از جانب دو دست همزمان با هم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. خب به زاویه دستم و حالت دستم نگاه کنید. کف دستا رو به جلو، ته دمبلا مقابل بدنم به هم چسبیده. کمی برای اینکه این وضعیت رو نگه دارم ناخودآگاه این اتفاق میفته، فکر نکنید اشتباهه. آرنج کمی خمه. حالا دست ها به تناوب، یکی حالت چرخشی، حالت نیم دایره. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 تا دیگه. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 تا جفت دست همزمان. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. دست رو کنار بدن آویزون بذار. 10 تا شراکس میریم دم و بازدم به آرامی. 2 3 4 5 6 7 8 9
و خب این از تمرینات امروز. خیلی خوشحالم که تا اینجا ادامه دادید و با هم بودید. بریم برای سرد کردن، کشش و 1 تا 2 دقیقه سکوت و مدیتیشن. خب دستا رو از مقابل میاری و نگه میداری، نفستو حبس نمی کنی. سمت مخالف دستا رو به جلو، کف دستا رو به جلو، 4 انگشت رو آروم به سمت خودت بکش، خیلی آروم. دست مخالف گردن، شونه رو بالا بده، گوشتو نزدیک کن. آروم به سمت پایین خم شو. گردن تو آزاد و رها بذار. بیا بالا. پاها رو کمی از هم فاصله بده. دست پهلو نگه دار، دست سمت دیگه. پایین و مچ پاها نگه دار. حالا سرتو آزاد کن. برگرد. خب یکی از چیزایی که باید بدونیم اینه که همیشه سکوت ذهنی یا اصطلاحاً مدیتیشن قرار نیست تو حالت خوابیده یا نشسته باشه. گاهی تو حالت ایستاده هم میشه این کار انجام. مهم اینه آزاد بودن ذهنمونه. فکر میکنم الان میکروفون کلی سر صدا کرده باشه، ببخشید. آزاد کردن ذهنمونه. حالتی که باید قرار بگیریم، فاصله پاها رو یه فاصله خیلی متعادلی در نظر بگیرید و به هم بچسبونید، نه خیلی باز کنید که راحت نباشید. حالت راحت. اول ببینید یه کمی میتونه حتی تکون بدی شونه‌هاتو. معمولا استرس، فشار اینا رو تو شونه هامون خودمون حمله میکنیم. خب حالا دستا کنار بدن رو بسون. کف دست ها رو میتونی به جلو بدی. فاصله ای هم که دستات داره دقیقا مثل پاهات باید حالت راحتی باشه. دور نمیگیری، نمیچسبی بخون. یه حالت راحت. مهمترین قضیه این برداشته شدن فشار، تنشن از روی شونه هاست. امیدوارم که آگاه باشید بهش. چشماتو ببند، دستتو نفس بند بازدم. یه مکس 3 ثانیه‌ای هم داره دممون. ده 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آروم چشماتو باز کن.
دستا رو به هم مالش بده تا گرم شه کف دستا. کف دست چپ رو قلبمون میذاریم، کف دست راست رو روی تاج سرمون میذاریم، چشممون رو میبندیم و خدا رو شکر میکنیم برای وجود خودش. من در آرامش هستم. من در امنیت هستم. من در عشق هستم. من در آرامش هستم. من در امنیت هستم. من در عشق هستم. من لبریز از آرامش هستم. من لبریز از امنیت هستم. من لبریز از عشق. آروم چشم باز کن، دست کنار بدنت نگه دار. دم خیلی خوشحالم که امروز هم با هم بودیم، با هم ورزش کردیم. خیلی 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 براتون آرزوهای خوب دارم. اول از همه سلامتی و آرامش، احساس امنیت و ثروت بی انتها. در ادامه روزهای دیگه هم با من باشین و توصیه‌ام بهتون اینه که از اعضای خانواده، از بچه‌هاتون شروع کنید، مخصوصا نوجواناتون. بین شاگردان کسایی رو دارم که بچه‌های نوجوان دارن و خیلی تمایل دارن که اونا رو باشگاه بیارن و با خودشون ورزش کنن، حالا یا تداخل تایمه یا شرایط من اجازه رو نمیده. بهتون پیشنهاد میکنم از این موقعیت استفاده کنید و حالا اگه دوست دارید همزمان باشه، همزمان با هم یه تایمی که همه اعضای خانواده باشن با هم دیگه ورزش کنید با این دورها، یا اینکه یه تایم مناسب برای نوجواناتون در نظر بگیرین که دوست دارید تحرک داشته باشن و از این زندگی ماشین فاصله بگیرن و ازشون بخواید که حتی نه یک ویدیو رو به طور کامل، نصف اون ویدیو رو کار کنن، اما اگر نصف هم کار کردن حتما ادامهش که سرد کردن و حرکت‌های کششی هست رو انجام بدن. ما نه گرم کردن رو حذف می‌کنیم، نه حرکات کششی و سرد کردنمون رو. این هم میدونم کسایی که تو باشگاه هستن من چقدر روش حساسم. اگر محدودیت تایم داریم ما از تمرینات اصلیمون کم می‌کنیم، نه از گرم کردن و سرد کردن. ممنونم. خدا رو شکر که امروز هم با هم بودیم، با هم ورزش کردیم. در پناه خدا، عشق و نور باشیم.